ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. امی هر چیز از خود روز داره او بچه. یادت از در رمضان میگفتم مال بچه فیلم خرماس وقت خرما بود، فروش خرما بود. اینا امروز دیگه بچهای فیلم میگه و گوسفند و گوساله و بزو اینا دیگه بچهای فیلم شدن. و هر صورت بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب عرض میکنم خدمت شما بیننده های گرامی و عزیز و نازنین. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند و سر حال باشین. باز در خدمت شما هستم با یک گزارش ویژه دیگر. بخیر عرفه شده بخیر و فردا روز عرفه است که پس فردایش عید است بخیر. ما امروز خواستم بیایم که یک دانه گوسفند قیمت بکنیم، ببینیم قیمت های گوسفند چطور هست، نرخ‌های گاو و گوساله کجا رسیده. این چی رقم است بچه؟ مرا کجا آوردی تو رو بالا؟ یه طرف پایت میمونی خرابیست ولی هیچ خلاص نمیشه. ما را بینماز نسازه. به هر صورت خواستیم امروز بیاییم نرخ بگیریم که گوا قیمتایش چند است، گوسالا قیمتایش چند است، بزا قیمتایش چند است، دیگه گوسفندا قیمتایش چند است، یک گاو خوبش را از چی بشناسیم که خریداری بکنیم، یک گوسفند خوب را چی رقم خریداری بکنیم بفهمیم که پر است خالی است. دیگه اینی مهارتایشون هم ازشون پرسان بکنیم ببینیم خرید فروش چطور است. برای یک چند نفر یکان تخفیف بگیریم بیچاره که براشون یک ذره ارزان تمام شود. دیگه صحبت‌های خود را می داشته باشیم. ما را تا آخر بیننده باشین که در این برنامه خود چی ها گنجانیدیم، چی قصه ها داریم و در نقاش چی گپ است. آج صاحب استړی ماشین جوړ په خیر ښه جوړې خیرات ده ښه جوړې خیرات ده ښه جوړې استړی ماشین خیر اوسې ته ستړی مې څنګه ښه خیر ببینی خیر نصیبه چیال داری والله شکر چال خوب است خدا کمت نکنه کوکا خیر نصیبه خیرات صحتت خوب است خیر ببینی انډیوالت خوب است خوب جایا که خو گیر کردی چای تیار است نان تیار است بیادر خدا کمتون نکنه خیر نصیبتون همه جای میله ماست دیگه دیگه میله لیست لیلی میله است افغانستان این میال وقتتون است هم وقت نازتون آمد وقت کارتون آمد شکر چقدر وقت است کاکا که این چیزا رو مفروشی؟ ایرا 3 روز میشه که آوردیم اینجا 3 روز میشه که آوردیم. خب چطور بود دمی 3 روز فروشات چطور بود؟ راست برد بگم روز اول ماست که فروشات دستلاب کردی. خب دمی 2 روز دیگه نکرده بود. 2 روز دیگه نکردم. این است که دیگه بالا شده نمیشه. این حالا صحیح شد؟ خب از این بگو کاکا که سالهای دیگه چطور بود فروشات؟ ها؟ سالهای دیگه فروشات چطور بود؟ سالهای دیگه پارسال بسیار نمی خدا چست. پارسال. امسال دیگه. هنوزم دیگه اینا فردا عرفه است بخیر فردا مولم شود. اقصای مردم اوگار است. امسال. خراب است مردم میاد چکر میزنه پس میره. قیمتا چطور شده؟ قیمتا بلند است. قیمتا بلند است. مال از اون طرفا نمیاد یعنی؟ مال نمیاد. مال خاص پریمان است مردم زیاد مصرف کرده سردانیش بسیار مصرف رفته پورا کردن نمیتونه. مال پریمان است. سردانیش مصرف کرده چیز خوب بیاید ولی پیسه‌ش نمیکشه. این نرگوای سفید مرا میبینی؟ امیار کدامش که سودا میکنم. در میار دانش 15000 16000 تومان. اگه نه ماشاءالله چی گوای آمد دیگه. مورپکس 15 ما نگاه کردیم. 15 ماه؟ ایدی 15 ماه دیگه چقدر خورده؟ بی حساب گمش کو دیگه. شما دیگه از نان خودم میزنین که امیا سیر باشه. امیا سیر باشه. این یک بوجیرش قرار یک سیرش قرار به 180 روپیه سیرش بود. امیا برش گرفتی. چطور سودا؟ چند گفتی همون نرگواره؟ همون نرگواره 1,20,000. 1,20,000. چقدر گوشت دارن باز با؟
و 35 سیر 37 سیر مترامی 37 سیره آه. بسیار گوشت هم داره والا تقریبا کیلوی 400 و 300 برشان می‌کنه. متمیست همه چیزا میشه نه؟ متمیست خدا خیرت به تاجیک آقا تو از این زمان که می چیزا رو نگاه کردی یک قصه بر ما بگو کدام تو لغتش خوردی کدام گورمشتیش خوردی نخوردی والا لغت بار میکنه بیادرت لغت بار میکنه این روز که نرگوار رو تا میکنه یک نرگو دیگه بود اینجا سودایش کردیم دو تا گوساله دیگر را سر لغت زد پایان انداخت از موتر تو گوساله هم داری این رقم لغت ها میزنه دیگه ای که ما شما رو بزنه خود دیگه میزنه تو کار ما رو خراب میکنه خدا خیرت به تاجیک آقا برای عید و خیر اگان لباس مباس جور کردی نکردی توکل به خدا تعالی خانه نرفتی و بیادر افروزی ما میشه که از خانه برآمدی اینجا کرا میتین باز این من جر از پیش ما 15000 کرا میگیره 15000 15000 قطعه قفسچه برای چه وقت تمی روزی اول عید تا روز اولی اتوار روزی خیلی خوشحال شدیم چه گفتنی پیام برای مردم داره برای مردم به پیام داریم که بیادر انصاف کنین خیلی. مولای به دندان سودا نکنین که از این پلگی گناهگار میشن خیر این پیسی خود حلال کنین همین مولای به دندانش چی رقم است آجی کاف دندان نکرده در قربانی سودا میکنه به بسیاری افغانای موز میگه که والا دندانش چوله شده چاک شده ای شده این کلش گناه داره که دندان نکرده باشه خب باز نمیشه قربانی نمیشه باز مولای موز که میگه که نه چشمایت ببینه باید ایره ورداش نه شریعت میگه که باید تعیین کرده که باید 2 ساله باشه دندان کشیده باشه خیر ببینی کو به سر رسیده باشه 2 رسیده ساله باشه باشه حالا تو مولای موز که میگه که بیادر نه حالا 5 ساله 5 ماه 6 ماه چشمت میورداره خیسر از اون قربانی شو نه یه تو 5 ساله 3 ساله قد 2 ساله تکر میزنه قد 3 ساله تکر میزنه از 6 ماه خوب برش رسیدگی شده برش رسید او دیگه قربانی نمیشه نه و معیار قانونی خدا که تکمیل نکنه و کی قربانی سر بعد قربانی خدا خراب نکنه خدا خیرت بده یک دانه گاو خوبش از چی تشخیص بدیم که نمی گاو خوبش از خوب پر است مثلا خوبی و خرابی زیر از چی تشخیص بدیم میگن تو دم بشه کش میکنه اون مردم دم بشه از این خاطر کش میگه خیز بزنه که خریدار سر شو بگیره دیگه چیز کمال نداره دیگه کمال نداره فقط هم گاو آدم سنیسای بکنه و خرید خیز بزنه که شوق مست است خیر نصیب تاجی کاکا خداوند کار وارد برکت بندازه ان شاء الله که تا روز اولی خیر نصیب تا روز اولی و خیر کل شه سودا توکل به خدا دیگه یک جان تشکر با نقص هم نکل شه به فایده زنده باشه خیر صحبت های خود را می داشته باشیم تا آخر برنامه ما رو بیننده باشیم خوب است انشالله خیلیتی است مونده نباشین نه باشه خوب است خیر نصیبت زنده باشی چی حال داری شکر الحمدلله چطور هستی که مولا حالا خوب است الحمدلله خدا را شکر چند روز شده که اومدی بخیر 2 روز شده چیز دسلاف کردی خدا را شکر دمیار 2 روز خدا دمیار 2 روز کردیم خدا را شکر دیگه می زحمت آدم هیچ نمیشه نه نمیشه که بفروشی باز دلت جمع میباشه کمی زحمت چند تا فروختی تا حالا یک 2 روز امروز 2 روز 6 دانه فروختیم 6 دانه ماشاءالله ان شاء الله که تا روز اولیت کلش بفروشی میفروشیم ده فایده قیمت ها چطور است قیمت خوب است این 1,20,000 است 1,20,000 نرگاو است دیگه چقدر گوشت کنه این 33 سیر گوشت میکنه 33 سیر کیلوی همو 3,500 و 400 همین چیزا مفته دیگه خیر نصیبتان همین گاو خوبش از چی تشخیص بدیم که نمی گاو خوبش از خریداری بکنیم یه خوب است از چی بفهمیم مثلا خوبه لاغره چاقه این چیزا را چاق است خب همین یگان تا که دم بشه کش میکنه این چی کار است یه لاگ میکنه یگان تا که میایه که باز خدا بسیار استاد میگیره بازم دم بشه کش میکنه و مچم دم بشه بالا میگیره و این تو کارا میکنه که یعنی زیاد میفهمم خدا خیرتان بده چند نفر کار میکنین اینجا چند 5-6 نفر است 5-6 نفر هر کی مال خود آورده دیگه خدا بسیار خوب بیا خداوند کمکتون کنه انشالله که تا آخری تمامش فروخته شوه نظر به سالهای دیگه چقدر خریداری و فروش تغییر کرده یاره زیاد است امسال قیمتا بالا رفته قیمتا بالا است امسال قیمتا بالا است
سالهای دیگه یک ذره پایین بود نه؟ پایین بود. این سال قیمت پارسال زیاد فروخته بودی همین سال زیاد آوردی. نه ولی پارسال هم فروختیم زیاد. خب پارسال حتما. کم ارزان بود. ارزان بود. امسال چطور قیمت است؟ یکی خب مال نمیای از اون طرف. چی هر چیز قیمت است. که نان قیمت است. کنجاړه قیمت است. هر چیز دانش قیمت است. خیر ببین این چقدر وقت است دیگه نرگاوت؟ یه 3 سال است. 3 ساله؟ 3 سال. خیر ببینی هم یگان تا میگه 6 ماه و 7 ماه و 1 ساله رو میاره مفروشه در بین. او یه خود نمیشه. نه؟ او یه خود نمیشه. تو خب باید حداقل 2 سال پوره کرده باشه. کنه خود سال پورا. دندانایش تکمیل باشه دیگه. تکمیل باشه. او خود نمیشه. قربانی نمیشه. خیر ببینی. اینا وطندارا خیلی باید متوجه باشن که ایتو گواه هستن که مثلا قبلا ناجی کاکای ما یاد کرد که خودش اگر 1 ساله هم باشه که 3 ساله قط میته. نه نمیشه. خیر ببینی از چی بفهمیم که اینا لینی 3 ساله است تکمیل شده دندانایش باید صحیح بکنیم. دندانای صحیح. خیر نصیبه. معلوم میشه. از دندانا معلوم میشه. خداوند کمت نکنه خیر نصیبت. برید و خیر کالا مولا کردی نکردی. چه کردیم ان خانه کجاست؟ خانه کمپانی است. کمپانی است. خدا را شکر. خیلی خوشحال شدیم که تو صحبت کردیم. دعا میکنیم ان شاء الله که تا این روزی تمامش فروخته شود فایده. یک جان تشکر. روز خوب و خوش داشته باشین. زنده و سلامت باشین. صحبت‌های خود را می داشته باشین. ما را تا آخر برنامه بیننده باشین. بستی جان جور از خیرتی است. سر چی دعوا داری نو قربانت شم؟ این بیادر همین مال 88000 بای کرده بود. خب حالا 92000 میگه. چرا؟ نمیفهم یادش رفت. تو بیا یک دفعه که موتو میره برات. تو چند خواستار هستی؟ مادام زبان خودش 88 سلام علیکم. جان جور از خیرتی است. بخیر هستی؟ چی حال داری؟ خیرتی است. تو بیا در جان تام بیا. کدام مال میگه قربانت شم؟ یک دانه گاو بود ما دیگه خریدار بودیم قضیه استاد 88000 گفت. خب حالا به نظر ازی آمده این گاو دیگه ما یک لاک بای کرده بودیم. این گفت که تو 88 گفتی. حالا در بای اخیرش رسیدیم. شما چند گفتین؟ حالا بای اخیرش ما 89 گفتیم یا 88 گفتیم. اوه 1000 روپیه. حالا شما جنگتان ده 1000 روپیه. خودش هم زبان کرده. این حالی یک کار کسایی خب. نه 88500 فعلا میگه. حالا گپ اخیری زبان خودت این حالی یک چیز دیگه میگیم. امی ما خب پیش کدام ذره روی داریم نداریم بابا. امی تلویزیون ما خو روی خواهد داشت. بته کمی آدم هم قربانی میکنه ثوابش به تام برسه. در 500 دیگه جنجال نکو قربان چام. گپ ما شما ده 80 صاحب داری 500 در بین 80 ما در بای اخیری برسیدیم. اگه چیزی میمونه امیر اعلان نمیکردن 500 خفه نمیکردم. باره خیر دیگه میمونه چیز زیاد میمونه برش کم کنه. خیر ببینی. ما دکاندار هستیم خودم ما میفهمیم. دکاندار و نمو دکاندار است که مالش زود رفته. ای دکاندار است. اینا در 500 روپیه در وقت مشتری رو نپرون قربانت چم 500 روپیه است. بگی اونجا دعا کو بخیر که امور بتشه که ببرن. نه از اضافه راندیوال ما هم نمیگیره. به خاطر که خودش گفته بود. 100 200 هم نه نمیگیره. خودش گفته بود حالا یاد خو از چی میکنه. برو دیگه برو خیره. برش گفتیم ما بعد 500 حالا تو 500 ما روی نداریم پیشت بیای من تو رو میشناسم نه بیادر ما رو میشناسم. چرا نداری؟ خلاص دیگه یک 500 دیگه دعا کو بخیر که امور بخیر. نفر است ما یک نفر است. یک نفر سرش. بته بیادر پیسه تا بته صحیح است 88000 بته توکلت به خدا. نه بیادر میشناسیم نه تو رو میشناسیم. در 500 معاملات خراب نکو. بیارم بیادر کی پیسه میته؟ نه دیگه گپ نزن که خلاص گپ خلاص است کی پیسه میته قربان شو عین بیادر میته حساب کو بخیر که امور بخرن که ما هم یک ثواب جمع کنیم. نه خود مثال ما گپ اخیری باش گفتیم یاد بدل نکو 500 روپیه قربان سر چم نکو بان که ما اینا کل ملت شما را میبینه در تلویزیون و قربان چم در 500 روپیه مال تا خراب نکو بیار که امور بخریم که نش پول دیگه داره. خودم گپ اخیری داریم ما زبان خود چی نکنیم نه. یا هم شک کده برام 88200 بخرش توکلش به خدا کال 200 دیگه بیار بخیر حساب کو پیسه شکه بته میشه.
خوب خاصی بیادر جان شکر خدا. شما چه حال دارید؟ خدا کمتون نکنه، خیر نصیب. بخیر، با عزت باش باشین. امروز آمدیم که از این مولا یک تصویر بگیریم، از نقاش یک تصویر داشته باشیم شکر که نکردین. مردم شکر خریداری کردین. میکنن. شما هر سال خریداری میکنین یا بعد سالا میشه؟ ما پارسال هم خریداری کرده بودیم. خب پارسال از این که مال کلانتر 72,000 خریده بودیم. خیر بینی پارسال نسبت به امسال بسیار قیمت ها ارزان تر بود نه؟ بله بسیار فرق میکرد. تقریبا این 30-35% تفاوت کرده. تفاوت زیاد شده. واقعا هم که بازم این دلیلش نمیفهمم چی است. دلیل از این چی است که قیمت شده؟ مثال که از 5 ماه پیش ما خریدیم در هلمند. خب بیشتر که می بودیم اینجا ما می رفتیم یا گاو مثلا 2 لک دلار میدادیم. مثال که رفتیم 2 لک 50 2 لک این چند وقت پیش از پاکستان هم آه، میآمد می زیاد آمد، نه؟ حالا آه. خب پاکستان رایش بند است دیگه نمیاد. این دروازه پاکستان هم از بند از دلیل از این است. دلیل همین موادش هم از کنجاله بود پیش یک بوری 900 بود. امسال 1270 روپیه رسیده بود. یک گوجی نان سرش 70 روپیه بود. حالی که از سرش 150 روپیه ما می‌خریدیم امسال. همینجا همه تو بور که از سبوس میگنه همین که بود پیش 530 روپیه بود امسال قیمتی شده در کل چیز قیمت شده. یک ذره قیمت ها پایین بالا شده. قیمت با ما خطر زمین بلند چی شده قیمت شده. توکل به خدا. مبارکت باشه بیادر. ان که یک قربانی خوب داشته باشی، پروردگار قبول بگرداند و درگاه خودش. ما و شما خو فقط رضای حضور کار داریم دیگه. فقط نه خو بر ما و شما فرق نمیکنه. بله. توکل به خدا. چی پیام گفتنی داری بخیر؟ پیام هم نیست که دیگه در وطن ما یک صلح دائمی بیاید. الهی آمین. خداوند از بدبختی ها نگاه کنه کل مؤمن مسلمان الهی آمین. یک اتفاق اتحادی بیاید در وطن ما. خداوند خیر دیگه چیز کنه. دیگه آرزو ندارم. ما هم پیش عید قربان را براتون تبریک میگیم. خدا کنه که یک عید خوب و خوش در کنار خانواده و فامیل سپری بکنید. تمام وطنهای خود یک عید خوش می‌خواهیم. توکل به خدا. خیر نصیبتان. صحبت‌های خود را می داشته باشیم. شما یک تصویر از خریداری از این گاو بخیر ببینین. باز ما در خدمت هستیم. خریداری هم صورت میگیره. ما هم یک میانجی شدیم که باش که معامله از امیا خراب نشه. هم یک مال فروخته شوه. هم دل ازی بیادر خوشحال میشه. همو بیادر خوشحال میشه. جنجالشون هم در 1000 روپیه بود. 1000 در جمع حساب نمیاد. یک گپ ما شما در 80 و 90 از 500 و 200 و 300 کیف امیده میشه بقدر. همین مال خوبیش از چی بشناسیم که مال خوبیش است؟ مال خوب که از چرم باشه همین شکمش بسیار کلان نباشه. زیاد کلان نباشه. خب کاوچی مشکم خورد باشه همین چنگ لیس می باشه نه. خب می بسیار باز همین گوسفند خود همین قبرغایش سعی میکنن. صحیح نه؟ این از کجاش باید سعی کنی؟ باز نمیجاره سعی کنی. خب او معلوم میشه که گوشت خوب داره نداره. بسیار خوب. همین چقدر گوشت میکنن؟ میکنم 23 سر میکنم. خب چند از قیمت از این؟ قیمت دیگه 88,000. 88,000. خب دیگه نه جرأت که نداشته باشه خب نمیشه به جرأت کی میشه دیگه. خدا خیرت بده زنده باشی. هم یگان تا که دم بزیر کش میکنه و دم به شکل میکنه این چی معنا این میده؟ به خاطر زمین جگه چی اینجا گوشت زیاد است این بسیار معلومه. خب از اونجا معلوم میشه که گوشت خوب داره یا نه؟ نداره. این اینجا خواست کس بسیار چی میکنه رشکه میندازه شاتل میندازه شکمش کلان شو بکنه. بازو میگه اصلا نیست. آیا کسی که میفهمه این باز از چیز داخلش خدا خیرت بده. خدا خیرت بده. اون به خیر معامله هم شد. صحبت‌های خود را می داشته باشیم. ما رو تا آخر برنامه بیننده باشید. سلام علیکم. مونده نباشین. خیرت بخیر هستین. خیرتی است. استاد جور هستی خودت خیرتی است. بخیر هستی. جانتان جور است. خیر نصیبتون بخیر باشین. کدام میشه بتونی؟ حالی شک کدام میشه میبری بابا؟
چند گفتی کاکا؟ بیا که ما براتون یک میانجی شوم. ما تا حالا برای 3 نفر خریداری کردیم اینجا. یک کار کنیم. خود چند گفتی؟ 62 65 گفت 64 گفتم گذاشتی 62 والا زیاد گفته بخدا. همین قیمتش آخه راستی زیاد گفته. اینو بر من بگو که چقدر وقت است. 23 ساله است 2 دندان کنده 3 سال است 2 دندان کنده. بله از او خب پایینتر باز نمیشه نه خب باز مقصد گردن بستگی داره. دندان نکنه نمیشه در قربانی نمیشه دندان نکنه از 2 سال تا 2 سال هم میشه که تا 2 سال هم پره کنه دندان میکنه خیلی. پره کنه قدم سه چهار میکنه اگر دو را پره نکنه دندان نمیکنه دندان قربانی نمیکنه. ولی چند دندان کده؟ 2 دندان کده او پالوش چی؟ و هم 2 دندان کده خب ولی آخرش چند؟ آخر دای 64 گفتم بودم 62 آخر 60 داینو شما چند گفتین؟ نمیکنه. چند گفتین شما؟ 45 والا اختلافتون بیخی زیاد است. اختلاف. توکل به خدا پیدا میشه رنگ و رنگ مال از دیگه. بازار را ببینین بیاین مراتب میکنین فقط این نمیشه فکر بکنین که امی سن سالش پوره باشه. به خاطر کال ما و شما هزینه هم میکنیم مصرف هم سالش میکنیم. پراس یکی مال وطن دانه خور از ما دانه دادگیسی می برد اینال یک رقم از خود که 11 ماه هم میباشه 12 ماه هم میباشه قدش تو میشه که 3 ساله و 4 ساله معلوم میشه. اینال اینال دندانش نشان میدیم توکل به خدا. بریم ببینیم که کی خریداری میکنه از کی بالاخره میشه از کی نمیشه. صحبت‌های خود را می‌داشته باشیم ما را بیننده باشیم. سلام علیکم. استاد مانده نباشی. جان جور است. خیرتی است. بخیر هستی؟ چیل داری؟ خب جان جور است. خیرتی است. پس بیادر جان خیر نصیبت بخیر باشی. چطور است کار و بارا؟ والا شکر از بیادر است خدا جان راضی است بیادر شکر. شکر. نامکتب ما نگفتی؟ نفهمیدم. نامکتب ما نگفتی؟ وای دلا جان. وای جان. چند تا گوسفند داری نام خدا؟ یک 80 دانه دارم بیادر. آفرین. جالب گپ چی است که من اینمی کل بازار گشتم. یگانه گوسفندایی که بسیار پاک صفاست و جل ول میکنه از اینمی باید بیادر ماست. راز دیده چی است؟ این خود مال از چی آمده از کندوز آمده. خب از کندوز که بیای مال کل پاک مال میباشه. خانگی میباشه. خانگی میباشه. خاطر از اینکه دگان من نمیگشت گذار نمیکنه. خیر بینی. از مو خاطر کلش تو جل ول میکنه. نه مال از کندوز هستی. به شکت به خدا. این مال تگه بگریزه دقات از گوسفندا از چی میشناسیش؟ میشتم از کواری خو مثال رضا کدم کلان شد. خیر بینی. کی که از ما گنده گمیشه. آفرین. تو هر کدام از این چهرهایشو نمیشناسی؟ اوه بیار جنار که نام ده ثبت از مغز ما کده کدام. خب به شک به خدا به شک به خدا. زیاد گوسفنداس گم میشه خو. آخه میگم نه کلاگی را برای خود خب. گم میشه. راست میگه. دانه چند شده چی رقمی شده؟ ولی 17000 18000 15000 12000 فرق داره جا. خب. والا بلند نرفت یک ذره؟ والا این گپ است که نیمی اندازه جای ما گرفتیم 25000 سیک. همین قجایا؟ این ما قجای 20. از این کده کلانتر شه بیشتر رو بیادر ما 17000 15000 گرفت. جای فرق داره کم دور و نزدیک باشه. یعنی 2.5 روپیه متر داره. 2.5 تا 3000 روپیه متر است. 1 متر خود فکر 6 داشت. این باز به دولت میتونی یا باز کی میتونه؟ دولت میگیره. دولت میگیره. بسیار خوب. این با چند روز میتونی پیسه؟ 3-4 روز کسی نیک گوسفندا که چی خلاص دیگر کس در خود میره. آفرین. ها این کس دیگر نمیمونه. 25000 ها 25000. خب نزدیکا که سرک گرفتیم هر کس که بیا اول مولای تر سایه میکنه. اوه بیا دیگه مردم گرفته میبینی که امیالی مسکین نو آمده. اینا خودت خوی مال داری. باز خود قربانی چی میکنی؟ شکل یک 2 دانه است خانه نگاه کردی. 2 تا را. 2 دانه یک برای زنم یک برای خودم. بشک. خب 2 نفر است. بشک هر نفر یک دانه؟ یارم با یک دانه میکنیم. بشک. خدا قبول کنه قبول درگاه یک باشه. به خاطر که الله ما شما امیرم که ذبح میکنیم خب فقط بر رضای الله. نه بر رضای رب العالمین بر ما شکر مسلمان است. خیر ببینی به خاطر که یک مال که باشه از مال حتما یک دو تاش خوب مال. مجبور هستی بیادر که بس ما شما این شکر یک بچه ماست. اون بچه کلانم از کنج شتا. آفرین. او بچه خودت است؟ او بچه خودت. تو خودت چند سال هستی؟ یک 40-45 هستیم. اره ما شما حتما در خوردی و رسی کردی. در رضا بودیم که رسی کردیم. کالا مولا کدی برشون نکردی؟ کالا گرفتیم برشون. کالا گرفتیم. که نباشه. نه کالا گرفتیم اول کالا بدیو بگیره. خیر ببین. که اولاد تو میمونه. خیر. در این شرایط خب بیخی نمیمونه. نمیمونه ولی که بانه. بشک. همین یک گوسفند خوبش از چی بفهمیم که می خوبش از بخریم؟ یگان تو خین تو سرای قبرقیش سعی میکنه.
نه خو یک رقم است که مردم دست میزنه یک رقم که مردم یک چیز خوش کدو بس از این نمیگرده که گوشت دارن داره مسئله خوش کردن است یک چیز سره محبت خود بیگ میپنگ دل سره میرفت میگیری بعد اینی بعد دما بگیری آفرین. یکی نمیره که مردم دست میکنه بالا میگه چند زیر گوشت داره چند زیر گوشت نداره. من میگم کمی ذبح که میشه قربانی که میشه یک زیاد در فکر گوشتش نباشه. نه مثلا اون چیز است که ما شما شکر مسلمان هستیم یک چیز که میگیریم یک چیز که میگیم اینی رو خوش کردیم اون رو باید ما شما بگیریم. اون نیست که مثلا ما شما گوشت لنگر میگیم که چه قوازم داره چه قنا داره وزن او کی میشه بیادر ما شما بر خاطر بر رب العالمین میگیریم که برای رضایت خدا جان دمی رنگت که خوش خورد که دمی قواره 6 دوار داره 6 اینو باید بگیری ببری بشه. امی ارزان ترین از چند است؟ ارزان ترین 12000 است 11000 است فرق داره کلان و ریزه داره. ما که یک دانه بگیریم چند دیش که تن نتیم صد کیسه تو بیادری ما خدا کمت نکنه این رقمی خود نمیشه. ما آمدیم امروز که ببینیم مردم خریداریش چطور است. سالهای دیگه که آورده بودی سالهای دیگه چطور بود فروش؟ ولی سال آینده کم خوبیش بود. سال سال ما شما مردم کم غریب میشه و چی نداره. بشک. امسال چند دانه آوردی؟ یک 80 دانه است. 80 پارسال چند تا آورده بودی؟ 100 دانه بود. آفرین. امسال میفهمم کلش فروخته شده مثلا سودا کردی ان شاء الله که دمی دو روز دیگه اینا یام خلاص یا خدا مهربان است بیان رب العالمین دعا میکنم پروردگار که کل مسلمان رب العالمین کل مسلمان هر کس آمده برای یک لقمه نان اولاد دیگر آورده کل رب العالمین بر هر مسلمان یک تنه که مسیر باشیم پاچا باشیم خلاص شد. باز کدام زمان پس میری که بخیر جمع‌کاری رو شروع کنی؟ باز وقت که وقت چوشگی که بود ریزه ریزه میگیریم 5000 5000 رو میته اما چوچاره این اندازه این ببینی اینی کاس خب دینی نظر ریزه از این واسه کلانش میگن داخل خب او قره 5000 میگه این 5000 5000 اولو چه وقت هستمو این سیما سیما کی میشه باز نه خوی خوب از کلان میشه خب آخو یک سال اصل گوسفند باید چند ماه باشه بعد اصل یک سال دو سال سه سال باید باشه او گوسفند است این رقم گوسفند است که یک سال کلان میشه چاق میشه این رقم گوسفند 5 سال چاق نمیشه این دندانای از یاد چی رقم از گاو خوب باید یک دو تا دندان بکشنه این دندانه داره او پیر باشه اینی ماده واری یک صبر شد یک دونه ماده اینجا یک دفعه ما را ملا بساز یک دفعه که بفهمیم که چی رقم است بده یک دفعه سر زمین گوسفند داره بفهمیم که بریم بخیر خریداری بکنیم خب باید بفهمیم چی رو بخریم چی رو نخریم خب خلاص خراب است سیکو دندانایش بخیام تو پر کامل است او چیزایی خو نو د جوانی آمده اینیا اینا دندانایشان بسیار تا تو چوچگک ریزگک میبنه سیکو این دندانایش بسیار خردرک اینیایی که ریزه است خیلی جوان است تازه جوان است هر شکل ما شما که ریزه باشه کمی کار سال د کلان میشه یک دندان ما میبره اینی گوسفند ما میگم خیاسه داره خب آلی نمی چوچگک چند قیمت کردی اون 8000 قیمت کردی خوی د 8000 قیمت کردی ولی تو میگی خو نمیشه زیاتر مردم برای چی برای نظر چیز میبرن او بر قربانی کی میشه مردم تی مثال برای نظر برای ختم میبری یک دیگه میکنی خب اینی مردم باز برای زو میشه برای زو میشه ولی برای قربانی دی قربان نه برای زو نمیشه اون مردم از بگو ما نمیتیم برشه او پیسې باز بر ما اول پرسان میکنی اول باید پرسان کنیم خانه تو بود پرسان کنیم در چشم مردم باید خاک نپردی بره امی عمر بسیار کوتاه است بیاد سعی کنیم که زحمت که میکشیم امور حلال بدش داریم بخوریم جوړ سه دکه درور خیرته خداوند کمت نکنه خیلی خوشحال شدم که صحبت کردم چی خیخ برات بیارم پیشا پیشی قربان را برات تبریک میگم خدا کنه که در کنار خانواده فامیل دوستا یگید خوب و خوش سپری آباد باش بیاد یک جان تشکر زنده و سلامت باشید صحبت های خود را می داشته باشید ما را تا آخر برنامه بیننده باشید بچه کاکا جور هستید جان جور از خیرت بخیر هستید خیال دارید خوب هستین ان شاء الله چی کردی بخیر خریدین نخریدین شاد نشد همین سه دانه شما هست خدا قبول کنه خدا قبول کنه ما شما خب به خاطر رضای پروردگار میگیریم هر سال میگیرین یا تنها امسال گرفتین هر سال میگیرین خدا قبول کنه نسبت به سالهای دیگه قیمت ها چقدر تغییر کرده خوب است نسبت به چی سالهای گذشته قیمت امسال خوب جای هست قیمت از حالا میال ما سیرسون رفتیم اونجا اینمی گوسفندا رو خرید ما به 17,000 تا بگیم یال چندی گرفتید حالا خیلی ارزش ما 35,000 سه دانه رو 35 دانی از دونی مزوری تقریبا خوب است خدا دیگه فعلا هم اینطور است که می مال از پاکستان نمیآید
این مال پاکستان که نمیاد که بند شده یک ذره که مال ما و شما را قیمت کرده. ولی خب باز یک خوبی داره که حالا یک تاکسیوان ما را گفت که در چی بسیار مال آمده در کمپانی. نقاش گفت اوجا بره خوب ارزان ارزان تر است. ارزان خب باز همین هفته و خرچ لیم میشه چی رقم میگه همین تاکسیش هم حساب کنی دیگه ایش هم حساب کنی. تا اینجا بیاریشه با 5 600 باز هم قصه میشه. توکل به خدا. این زرنج ماشناس. حالا خوجه گذرگاه 600 چرا؟ من حال یک کنیم سر رفت گفت 200 ها یک کنیم سر میدم برو دیگه مراحت کو قربان چه بین گذرگاه دو قدم رو. حالا خوجه گذرگاه صحیح است ها و یک کنیم سر میگم مبارکتان باشه بیادر، مبارک باشه، قبول درگاه یک باشه. و باش حالا چی شبتم دلار چندی میگیری؟ همین معامله گوسفند خیلی خوشایند است. 60 70 پیسه 50 پیسه برو توکل به خدا. ما بیادر جان عید قربان را پیش از پیش براتون تبریک میگیم. خدا کنه که یک عید خوب و خوش و بخیر سپری بکنید. قبول درگاه یک باشه. یک جان تشکر. بخیر باشید. عید خوب و خوش داشته باشید. صحبت‌های خود را می داشته باشید. ما را تا آخر برنامه بیننده باشید. خیر نصیبت بخیر باشی. یک معرفی خوب بر ما خودت. اسم مصطفی است، باشنده کابل. خب اومدی گوسفند بخری، گوسفند مفروشی، میبری؟ گوسفند فروشی خاص برادر ماست، ما همکاری میکنیم که توش زرنگ داریم. بسیار خوب. زرنج داری؟ بله صاحب. باز هر جایی که ضرورت شد دیگه میبری؟ میریم ما. چطور از این 2-3 روز کارو بود؟ شکر الحمدلله. میشه یک چیزی شکر است از خدا رو شکر. روزانه چند پیره میزنی دیگه؟ والا اگر چی گاهی 6 برابر پیره 5 پیره برابری است. خب 600 میشه روزانه. شکر الحمدلله. خدا رو شکر. خدا رو شکر. این می عید و همین دو تا عید به خصوص ایدایی است که در کل کارا برکت هست. برکت است برادر خان. بله. چقدر خوب است که از این روزا هم استفاده بکنیم، به خصوص روز عرفه که هر کسی که روزه میگیره فکر کنین تمام سال را روزه گرفته و یک ثواب بسیار، یک تخفیف رایگان است برای ما و شما که با یک روز روزه گرفتن تمام سال خود را روزه میگیریم و تمام سال در عبادت حساب میشه. چقدر خوب است که عرفه را بتونیم ما و شما روزه بگیریم. مولا قیمت شده به نظرت؟ ارزان شده؟ خوب است، مناسب است برادر. اقتصاد مردم یک ذره ضعیف است، همون خاطر میگن که قیمت است. اگه قیمت هم نیست شون. هر سال هم این کارو میکنی؟ بله صاحب. همینجا می به خاطر زرنج. سالای دیگه چطور بود فروشات؟ بردنتون چطور بود؟ خوب بود. پارسال از این سال کده خوبتر بود. پارسال از پارسال کده خوبتر بود. دیگه روز بر سال در سال پایان آمده میره. بالا نمیره، پایان آمده میره. بازم شکر است الحمدلله مردم میاد. خیر بینی. یکی خورای پاکستان بسته شد نه از خاطر از مال کمک قیمت شد. بله صاحب. مال پاکستانی ها مقنع میایم. خب کلش از مالای خود ما شماست. خوب است که می مالای ما شما معلوم میشه که نمی مال خود آدم است، صحیح است، چی دادیم چی ندادیم، چی خوردن چی نخوردن. بله بله صاحب. منظم آدم میتونه که بدل جب خریداری بکنه. کالا مولا برات خرید نکردی؟ توکل به خدا. عید است دیگه، عید که به کالا کای میشه. همه ترسه. خدا خیرت بده. خیلی خوشحال شدیم که در صحبت کردیم. چی گفتنی و پیام داری برام؟ خیر ببینید بدر. همه چیز شد. یک جان تشکر از شما. عید خوب و خوش داشته باشید. بخیر. پیش براتون تبریک میگم. میریم پیش از بیادر ما که گوسفند مفروشن. سلام علیکم. ساز مانده نباشی. جان جور از خیرت است. چیل داری؟ شکر زنده باش. فروختی بخیر یک 3 دانه را؟ چند تا فروختی از صبح تاله؟ 35 تا یا شد کمتر زیادتر. از صبح تاله. ماشاءالله. چقدر آورده بودی؟
این تقریبا 200 چند دانه بود. 200 چند دانه؟ چند تاش مونده؟ اینجا کم مونده. یک موتر امشب اومده از بغلان داخل سرای. یک موتر هم میایه؟ نه آمده داخل سرای سر نو اینجا. ببین کپی سفید که ترپال مرپالش کش از دیگه. آه خود زیلاست. مریض نشنه. سریال کنه. خب به شک به خدا. اینا البته یک ذره خستگی رایشان مبرای دیگه باز بخیر میارم در جایزی. میاری در جایزی. به شک از به خدا. امسال مال قیمت است یا مال ارزان تر؟ امسال قیمت است. قیمت است. چقدر قیمت شده تغییرات آمده در؟ 1500 قیمت شده. ها 1000 و 1.5 هزار. 1500 بیخم تو بچه. خب او را آدم دم تخفیف میکشه در یک وقت. مشکلاتای دیگه هم هست. زمین کی است؟ پارسال ما بسیار داشت میدادیم 4000. امسال از ما گرفته 30000. همین جای. همین جای. از این 30000 است. مقصد کلش سری مال انداخته میشه. خب دیگه خوی 30000 خب باید از مال بکشی دیگه خب. دیگه رقم نمیشه. این دیگه هر سال خودت مال میاری؟ هر سال ما چند سال بودیم اینجا. هر سال 4 سال 5 سال میشه اینجا است. خب برای ما بگو که دادن گوسفند خوبش که ما بخوایم خریداری بکنیم از چی بشناسیم گوسفند خوبش؟ کمرش که سعی کنید تو چاق است معلوم میشه. خب از این کمر که بگیری معلوم میشه. خب کمر لاغر کدام است ایناله؟ لاغر است این پر است نه؟ به شک به خدا. با شما از این نظر به می قیمت سرش میمونین؟ نه ما برابری است تا بخوره دیگه. خب بیادر عین میره برای 13 و 14 بای میکنم. این شامو دیگه ای شما؟ تا بخوره دیگه. ارزان ترین گوسفندت کدام؟ ارزان ترین میاد 8. اینی است؟ 8000 به خاطر که زیاد دیگه پشمش نزدن نه؟ خب قبل ندارم 8000 خودش است. امی گاو خب باید 2 ساله شده باشه. گوسفند هم متناسب. گوسفند 6 ماه باشه. از 6 ماه به بالا باشه. از 6 ماه اما 6 ماه دیگه پر کده باشه میشه. خب به شک از به خدا بعضی کسا میگه تا 6 ماه نمیشه. اما 6 ماه شده باشه میشه. بعد از 6 ماه میشه. خدا خیرت بده. زنده باش. چی گفتنی پیامبر وطن دارای مداری؟ سلامت باش. خدا کمت نکنه. ان شاء الله که تا روزی تمام میشه بفروشی. به خاطر که ما شما اومدیم برای غریبی. اما غریبی ما شما شوا. ایده پیش برات تبریک میگم. ما را تا آخر برنامه بیننده باشین ببینیم که دیگه چی صحبت‌ها داریم. میریم یک دفعه با سر بوزا هم که قیمت‌های بوز چطور شده. سلام علیکم. مونده نباش. جان جور است. خیرتی است. بخیر هستی؟ تو بیا اینجا یک بیشی که ما تو یک دفعه بیا اینجا بیشی و بدل که ما تو گپ بزنیم. تماکو طرف بیشی است. این تو اینجا یک بیشی. این میدان نمیشه. نه چرا میدان؟ خوب است ان شاء الله. شکر الحمدلله زنده باش. بخیر هستی؟ شکر. چیول داری؟ الحمدلله. این پدر خواست با گپ زدن. جان. حالا فعلا تو گپ بزنیم. چی آوردی بفروخت؟ این یک چند دانه مال آوردیم دادا. چند دانه؟ یک 15 16 دانه است. چند تا فروختی تا حالا؟ یک 3 دانه. چند روز شد اومدی؟ 4 روز میشه. در 4 روز چند تا فروختی؟ در 4 و 6 تا. 4 روز. حتما قیمت فروش است چی رقم؟ قیمت فروش نیست سر ما ولا قیمتی کرد. ما زمین جای پارچه اگه برات نشون بدم شاید بگید که دروغ دیگه. چه قیمتی سر ما 12000 پس سودا کرد. 2.5 از کاتارا گرفت. 2.5 می خوازه‌اش هست؟ 2.5 خوازه‌اش. شک بخدا. این یگان تو بس خوازه موازایت نزده. و دیگه سیاره کیستن. و جای دارن اینجا خانه دارن باز من مال خودم شام میبرم باز سوت رسمی. شما خود دیگه باز هست. ما دیگه بعد اینجا گندگی افتادیم. شام خواسته اینجا. شک بخدا. از کدام ولایت آمدی؟ از این ولایت کابل است. چردی قلعه پز. نه دیگه تو بردام نمیتونی. نه نمیشه. مجبور هستی باشی. سالای دیگه یک ذره ارزان بود مال نه. نسبت ما از پر سال از جای میدادیم 15 سال دادیم 12000 این حال خودت فکر. یک گوسفند 8000 باید 13000 شه. باید شو. ارزان ترین گوسفند چند است؟ ارزان ترین گوسفند ما نمیشه که 12. قیمتیش چند است؟ قیمتیش 18000. 18000. 12 که تخفیفش چند میشه؟ در تخفیف باز جرامت داره دیگه نفر دیده. خواهی مثلا ما باشم چند میشه؟ 1000 چه باز کمی 11. نه خیلی نشد. تو حقت است که 6 تا رو بفروشی. این 1000 تو در 12000 1000 رو کم میکنی تو رو والا این رقمی خب. اون بر خود لالایم. خداوند کمت نکنه خیر نصیبت. تنها می باشی؟ نه لالا گاک ما مثلا. ها، چه در اومدی دیگه.
بشک. یارو چی وقتی خریداری میکنین چی وقتی میرسانین شب؟ یا یک ماه پیش خریداری میشه، 2 ماه یک ماه زحمت سر کشیده میشه. هر سال میکاره هر سال. بازی نمیگید بخیر که خلاص میشه چند میمونه راستش بگو کنم فهم کنم کار فایده داره. ولی دیگه او رقم از دیگه ما چی بگویم مال بر تو اگه بگویم کم مونده هم ناشکری می شکر میکشیم الحمدلله. یک دنیمی 3 4 5 روز یک 20000 میمونه. الحمدلله. باز دیگه تو چند ماه زحمت میکشید؟ واسه 2 ماه 3 ماه زحمت خدا داره تکلیف. 2 ماه 3 ماه زحمت دیگه باز یک 20000 میمونه. هم ترا میمونه. خدا را شکر خدا را شکر مقصد همه قشبه که همین کار مردم شوه هم ثواب شوه هم خورم هم ثواب هم اما درسته گوسپند از چند ماهگی باز میتونه که در جمع 6 ماهگی باید بالا باشه از 6 ماه بالا باشه بله 6 ماهگی می باشه که 2 سالم بالا می باشه او نسبت به نگاه داشت خوراکش که خوب باشه دیگه باز خوب فربه میشه خیر نصیبت از 6 ماه پایین باز برای یگان ختم و چیزا که میگیرن میشه ولی بر قربانی بر قربانی نمیشه یا هم دندانایشان معلوم میشه دیگه دندانایشان معلوم میشه این 6 ماهگی و 5 ماهگی شده چی بفهمیم او خودش معلوم میشه و چقدر دندانش معلوم میشه شما دیگه خودتون استاد هستین دیگه ما هنوز قدر نشدیم که او رو بفهمیم خیر نصیبت هر سال هم اینجا میای یا چند هر سال هم اینجا هستیم دمی 8 سال میشه که اینجا هستیم 8 ساله بله کالا مولا اید کدی نکردی خواهم خواهی چیز ترتیبات گرفته باشه نه دیگه به هیچ کاری میشه امید که تو خدا پاک صفا جور نکردی هیچ نمیشه حالا خب وضعیت خراب است دیگه از ایدای سابق بر ما بگو که سابق دا چی کش بودی خوب بود بعد نبود دیگه ناشکری نمیکن یگان رفت آمد این چیزا خوب خواهم چی پیام گفتنی داری برای وطن پیام گفتنی خاص ندارم خداوند شما رو جور زنده داشته باشه خداوند کلگی اینجا که با یک امید آمد ناامید نره ما هم پیشا پیشیده براتون تبریک میگم خدا کنه که یک خوب و خوش داشته باشید یک جان تشکر زنده و سلامت باشید صحبت های خود را می داشته باشید ما رو تا آخر برنامه ببینید السلام علیکم خسته نباشی خوب هستی انشالله خیرتی هست بخیر هستی چیول داری خسته نباشی جور هستی خیر نصیبت بخیر باشی کد از گرمی گکا چطور هستی والا خوب است میگذر خدا رو شکر که دمی چند روز برای شما خوب شمالک است شمالک اگر نه خود دیگه هفته و درتون میداد والا هفته زیاد است خوب شمال داد بسیار هفته و زیاد تیز شده ولی خب باز خدا رو شکر که می شمالک ها است چی مفروشی بیادر یعنی چیز بودیم بزالا رو بودیم سودا کنیم بزالا و قیمت های زیاد چطور است قیمت هایش والا چیزی که بود حالا یک مردم نمیخره بس واسه توانش نیست قیمت شده یا ارزان شده بود قیمت شده اینجا ارزان میطلبه اگر نه یا 2,500 یا 10,000 بگی حالا چند است حالا 8,500 9,000 آفرین حالا شما خودتون من ارزان کردین خیلی دیگه حالا مجبور هستیم 8,500 8000 به شک به خدا ارزان ترین بوز چند است 8,000 قیمتش چند است 9,500 امی بوز خو گوشتش گرم است یا سرد سرد است سرد است خیلی وقتش است از گوسفند گرم است از بوز خب باز نسبت به گوسفند دیگه یک ذره گوشت کمتر داره دیگه گوشت کمتر داره این کمتر داره گوشتش میگه بسیار مزه‌دار است از بوز مزه‌دار است اما ترسه امی بعضی کسا میگن که من گوشت بوز یک چند دفعه خانه برده بودم مرا میگفتن که گرم است من از زمستان بردم هیچ نمیچسبید این حالا من فهمیدم که نه این گوشت باید در بهار ببری که گرم است که این گوشت سرد است که کیف کنه آدم چند سال است که اینجا کار میکنی والا این سال اول است سال اول است ضرر مرر خو نکردی ضرر مرر خو والا این سودا شو باز میرم ضرر میکنه چند تا ورده بودی زیاد است یک 70 دانه است چند تاش فروخته شده فعلا یک چند دانه 10 دانه فروختیم 10 دانه بیا ان شاء الله که تو روز اولی کل شب خیر بفروشی یک 50 دانهش که مونده 50 دانه دیگه هم توکل به خدا تناستی باز از کجا آوردی یارا یا چه سیاخاک سیاخاک کجا میشه این چونو از رجات از اون طرف آوردی به شک به خدا امی بازم هم خوراک گوسفند داره دیگه به شک به خدا خدا خیرت بده چی گفتنی پیامبر مردم ما داری چی گفتنی باشه دیگه یک جان تشکر ما عید پیش از پیش براتون تبریک میگم خدا کنه که عید خوب و خوش داشته باشه یک جان تشکر مرد است بخیر باشی صحبت های خود را می داشته باشه ما را تا آخر برنامه بیننده باشید
سلام علیکم. استاد مانده نباشی. خوب هستی انشالله؟ جان و جور از خیرتی است. بخیر هستی؟ چی حال داری؟ خوب هستی؟ یگانه کسی که در بین اینقدر مالا یک دانه شتر داره و شتر هم آورده برای فروختن، چند کردی همین شتره؟ 75. 75,000. چقدر وقت است؟ یک 5-6 ساله. 5-6 ساله. به شک به خدا. ای چطور که از کجا کردی؟ چطور که کلان کردی قدر نام خدا؟ و والله دیگه چطور قیمتش هم به نظرم شاید بود خریده. خب چند خریده بودی خودت؟ نگاهش کردیم داداری که چند خریده بودی خودت؟ خودم 30,000. 30,000. چقدر وقت نگاهش کردی؟ یعنی یک 3-4 سال خو نگاهش. خلاص دیگه تو دی 3-4 سالی رقم پیسه دادی مصرف کردی کلان کردی. من بادر 75,000 میگم. کس نمیخره. کس نمیخره، کارهایشون خراب است. خراب است. آه بخدا. این گوشت شتر خب بسیار گرم است دیگه. 75,000 خرج خورد. ها. خرج نتی خورد. همین گوشت شتر میگن که گرم است نه؟ خب این دیگه در زمستان دیگه چی گوشت داشته؟ زمستان دیگه اون هیچ در دریا خدا پرت یخ نمیده. به شک و خدا به شک. اینی کسایی که یک ذره خنک دارن دیگه ای دیگه باز برشان در زمستان بیخی فیکس است دیگه. بخصوص ریش سفیدای ما و شما. بله. همه طرح خدا کمت نکنه. هیچ خودت گوشت شتر خوردی؟ نه خودم نخوردم. یعنی دیگه کسی که میخره هر کی شتر خرید حتما مرا خبر کنه که یک 100 گرمش هم که ما گوشتش بگیریم بس ما که یک دفعه بفهمیم که چی رقم مزه میده. خدا کمت نکنه. ای آخرش باز فاینالش چند میشه؟ نخوردی؟ ما هیچ نخوردیم. گوشت شتر بیخی نخوردیم. از همون خاطر گفتم که هر کس خرید ما باز سعی میکنم کی میخره از پشتشان پشت خانهش میگیرم. جانا توکل به خدا. خیر نصیب تو آخر از چند میشه؟ دیگه آخرش بعد است خریدار است 1,000-2,000 تا بالا. پایین بالا میشه. دیگه ما 70 و 68 تا فیکس میشه. می 70-72 توکل به خدا. خیلی خوشحال شدیم. چی گفتنی پیام برای مردم ما داری؟ دیگه چی بگویم؟ مردم کلش در حال خود است. کالا مالا کدی برای بچه‌ها نکردی؟ شکر است کدیم یکم خدا شکر. یک جوره کالا که شوا خب باز وام برای بچهای فعلی که دیگه نکنی که بیخی نکنیم سرت بازور میکنن. دعا میکنم که پیشا پیش یک عید خوب و خوش داشته باشه. یک جان تشکر. زنده و سلامت باشی. صحبت‌های خود را می داشته باشیم. ما را تا آخر برنامه ما بیننده باشید. رسیدیم بخیر به لحظات پایانی برنامه. خدا کنه که برنامه امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. نرخای گوساله هم دیدیم، نرخای گو هم دیدیم، از گومیش خود نداشتن اینجا و ای که گوسفند هم دیدیم، بز هم دیدیم، رنگ و رنگ است و امی در بین کلشان من چیزی که ارزان گیر کردم امی بز بود که تا 8,000 و تا 7,500 امور 7,000 هم که بخوای میتن و گوشت بز هم خیلی شیرین است و خیلی مزه‌دار هست و فعلا در این فصل خب باز بیخی وقتش از دیگه که آدم گوشت بز استفاده بکنه. خود در هر صورت ولی خب گوسفند یک کمک گوشتش زیادتر است و یک کمک زیادتر گوشت میته و ای که باز بز دیگه دنبه نداره خب باز گوسفند دنبه داره دیگه. می شروعی بدون دنبه که ما شما را مزه میده. خدا کنه که برنامه امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. بازم تاکید میکنم که روزای ذوالحجه هست، خیلی ثواب زیاد داره. سعی بکنیم که بتونیم اگر عرفه را روزه بگیریم خیلی ثوابش بیشتر هست و خدا توفیق بده. یک روز هست آدم میتونه که روزه هم بگیره و کسایی که توان داره میتونن قربانی بکنن که سر ما شما خو میفهمین که ما شما فقط تمام ما عمیق خواست ما است که رضایت الله را به دست بیاریم. پس رضایت الله را وقتی میخوایم به دست بیاریم باید یک چیز را از دست بدیم، چیزی را که بر ما خیلی عزیز هست، چیزی که بر ما بسیار ارزش داره. فعلا در این شرایط هم مشکل چی است که
ما شما یک کمک پیسه دوست هستیم و پیسه برای ما شما خیلی شیرینی میکنه و در این شرایط که میریم مال میخریم، گوسفند میخریم، گوساله میخریم و برای حق قربانی میکنیم، طبعا که رضایت پروردگار هم حاصل میشه. توکل ما به خدا کنه که برنامه امروز ما مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی بخیر، شما را به الله بی‌نیاز بسپارم و عید خوب و خوش داشته باشین. بازم براتان پیش عید تبریکی میتم. انشالله منتظر نماز عید ما هم باشین که بخیر باز روز اولید بریم نماز ها هم بخوانیم. خداوند یار و مددگار.